با سلام خدمت همه عزیزان. امروز یه خبر خوندم چهارشاخ گاردونم پاره شد، همه فیوزان پرید. یکی از اساتید موسیقی ایران شیشمین زنشو با اختلاف 35 سال جوانتر از خودش به عقد خودش در آورده. بابا چه خبره؟ به خدا ما اولیش هم نگرفتیم. خبرایی که از شما خونده میشه اصلا آدم تعجب میکنه. اون بنده خدا با زن جوونش با اختلاف سنی حداقل 30 سال توی ویلاش کشته میشه، اون یکی زن جوونش میبردش میذارتش کریزک، اون یکی میره چهارمین زنشو میگیره تو کانادا تو آمریکا زندگی میکنه. خب این اگه یه آخوند بود، یه پاسدار بود، یه ارزشی بود که همش میگودی دبستانه. والله زنای خودتون بد نیستن، خوبن، یه ذره رعایت کنید، بذارید دیگران هم به آرزوهاشون برسن. این همه زنای جوون رو تقسیم نکنید، با زنای خودتون زندگی کنید. یا علی عزت زیاد.